سلامتتون بخیر. نحوه چسب زدن پروتز رو میخوام امروز بهتون آموزش بدم. اولین کار شما باید زیرساز رو بزنیم. زیرساز فقط قسمت سیلیکونی، شما فقط قسمت سیلیکونی میزنید به این صورت به فاصله نیم سانت. فقط قسمت سیلیکون جلوی پروتز که توری باشه، حالا یه سیلیکون توری نمیزنیم به این صورت. چسب سوپر تیپ قرمز از قسمت جلوی پروتز شروع میکنیم بزنن. شما برچسب اولیه رو کامل میکنید به این صورت. این هلاله باید قسمت بالای پروتز قرار بگیره. جلوی پروتز شروع میکنیم به زدن، لب به لب. دستتون هم به این صورت باشه تا جایی امکان داشته باشه مو زیر چسب قرار نگیره. برچسب دومیه رو شما دیگه کامل نمیکنی که دستتون روی چسب بره. به این صورت جلو چسب دو برچسبه. شما برچسب رو میزنید بالا. حالا گاهی اوقات میبینیم چسبه بیرون از پروتز رفته، به هیچ عنوان قیچیش نمیکنیم، حالت کیسانی داره. با ناخونتون میارینش داخل یک کوچولو، حالا وقتی خیلی کم باشه، چون باید حتما لب به لب باشه. همه چسبا یه مقداری اولشون چسب ندارن، پس شما میایین یکم با فاصله میذارین که چسب قبلیه رو کاور بکنید که این وسط بدون چسب نمونه. خب حالا به این صورت اگه بخوام جلو برم بیرون از پروتز قرار میگیره. چسبا خیلی انعطاف پذیری زیادی دارن، نرم هست و شما میتونید به این حالت درش بیارین، یه همچین حالت بهش میدین که لب به لب بخوره، نه بیرون از پروتز توری نه پایین تر. این قسمت زیرسازی رو شما برچسبش رو برمیداریم، کم کم جلو میره. چسب زیرسازی بیشتر به خاطر اینکه شما موقعی که تعویض چسب بعدی رو انجام میدین چسب راحت تر کنده میشه، چون به صورت متری هست. یه قسمتی از چسب رو که شما برداریم کامل کنده میشه دیگه. چسب به این صورت به سمت پایین میاد. شما اون این چسب رو نرم، شما یه همچه حالت به چسب میدین و میذارینش لبه. این فاصله رو به این صورت، این فاصله ها رو من نباید حالا چه پروتزتون سیلیکون باشه جلوش و پشتش چه توری نمیخواد از تحقیقش کنیم، با فاصله که پروتزتون کار نشه. مخصوصا قسمت جلوی که توری هست با فاصله به این صورت قیچی بشه. مقداری که بیرون رفته باشه شما با بالاخونتون میارنش داخل. به سمت پایین میاد، چسب لب به لب نیست، یه همچین حالتی بهش میدیم که پروتز لب به لب قرار بگیره. Je t'inventerai des mots insensés